السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یک نفر مخلص شما از شهر خوجند می باشم. عائله من کسل روحی شده است. امروز که روز اجابت دعا می باشد، التماس با همراهی قوم مردم باستانی کولاب دعا کنید که خداوند به آن کس شفا دهد، زیرا من صاحب 4 فرزند هستم و نمی خواهم که عائله من ویران شود. با احترام عبدالمجید از خوجند. خدای مهربان این خواهر هم که مبتلای این بیماری شده است، شفای کامل و شفای عاجل خداوند نصیب و روزش گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش در این روز عید دعای جمع آمد انشاءالله قبول است. در حق بچه مسکو سیتی دعا کنید که مشکل های بسیار دارند، خصوصا برادر بابا خان که همیشه در خدمت بچه ها هست، و در حق استاد ملا عباس و پیشواهای اسلام و دیگر در حق من دعا کنید که طالب علم هستند برای ادامه تحصیل همراه خاندان در مدینه منوره بار دیگر مشرف شوند و غیر عالمی با عمل اسلام شوند که خدمت اسلام و مسلمانان و خلق و وطن شوند. شما را خدا نگه دارد. خدای مهربان اون برادر داملا عباس هم که روزی جمعه گذشته در حقشان دعا کرده بودیم، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. و برادرایی که در اون مسکو سیتی که نام برده است و برادر بابا خانم که یکی از خدمت رسانهای همین مسجد بودند، خداوند کارهاشون در کشایش و خدا از همه آفت‌ها نگه دارد. و این برادر هم تحصیلی در مدینه خواهش کردن که در حقش دعا کنیم. خدای مهربان با این آرزوی نیک موفقش گرداند. آمین یا رب العالمین. من حاجی پیرنظر خالوف استقامت کننده دهه به نام سفر گدایی خواجگی وحدت نایه میرسید علی حمدانی می باشم. من برآمد شما محترم حاجی میرزا از طریق کسیت در ماشین پیسرم ماندگی گوش کردم. شما حاجی میرزا گفتید که در بری همین مسجد کلان می سازند. من خرسند شدم و برای ساختمان مسجد این مبلغ خود را با دست پسرکم روان میکنم. افسوس که خودم آمدن نمیتوانم، من بیمار هستم و در بستر بیماری خوابم. شما در حق من و پدر و مادر و پسرهایم دعا کنید. با احترام حاجی پیرنظر. ما در حق برادر دعا کرده بودیم، افسوس که مکتوبش نو این جمعه خواندیم. خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزش گرداند و همه خیر احسانهای کردگیش خدای مهربان قبول گرداند و فرزنداش توفیق و هدایت نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من مخلص دائمی شما هستم. من در لیسه رقم 1 شهر کولاب تحصیل علم میکنم و من یک معلم سوال داد که با یگان ملا سوال ده که ما از کجا آمدیم، برای چی آمدیم و کجا می رویم. التماس جوابش را دهید. خدا خیر دهد. این معلم که از شاگرد خود پرسان کرده است که رفته از یگان نفر اهل علم، از یگان داملای پرسان کن که ما از کجا آمدیم، چی کار میکنیم و کجا می رویم. همین برای این برادر لازم بوده است. خداوند در قرآن منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. الله در سوال این بنده خود که امروز معلم است جواب میگرداند. منها خلقناکم، ای معلم ها، آن تاریخی که 30 سال و 30 سال و 40 سال پیش مردم هم میگفتن از میمون شده است، دیگر این عقیده را پرتاییم. این عقیده باطل است، این عقیده غلط است. امروز این دروغ
در روی دنیا فاش شد. اون چارلز داروینه که این عقیده را برای عالمیا اعلام کرده بود امروز وای شرمنده هست. و این خاطر به بندگان من این خبر دهید که منها خلقناکم، من بندگان خود از خاک آفریدم. من بابای شما پدر شما را از خاک آفریدم. اولین آفرینش انسان این از خاک بوده است. ما از خاک آفریدیم. و فیها نوعدکم، پروردگار میگوید مادام اصل تو که از خاک بود، بعد تمام کردن حیات باز رجوع به خاک داری، باز رجوع با روانه به سوی خاک هستی. و فیها نوعدکم، باز ترا بازگشت به سوی خاک است. و منها نخرجکم تارة اخرى، باز پروردگار بیان میکند که باز بار دیگر روز قیامت ما ترا جان دوباره میتیم تا که در پیشگاه پروردگار برای حساب اعمال در دنیای خود جواب داده توانی. پس جواب این برادر ما این بوده است: ما از خاک آفریده شدیم، به خاک می رویم. بار دیگر باز خداوند برای ما و شما جان دوباره می دهد و پیشگاه خدا در ما از حیات خودمان اخبارات بدهیم. از کجا آمدی؟ گفتی همون حضرت عمر خیام از والله علم، خدا داناست، خدا رحمت شام کند، ما همش دوست می داریم. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بی نوا خواهی رفت. حضرت نگاه، گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بی نوا خواهی رفت. بینگر چی کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. حضرت گفتن یعنی شما نگاه کنید که چی کس هستی تو، از کجا آمدی، چی کار میکنی، کجا میری. همین گفتن در ترازوی عقلت وزن کن. و بعدا شاید که این جمله های عادی من گفتن حضرت را بیدار سازد که تو بنده خدایی و خداوند تو را به این دنیا فرستاده است. مطلب پروردگار و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مطلب پروردگار از بندگان خود عبادت است، احکام الهی را انجام دادن است، سر تسلیم در حکمهای خدا آوردن است. انا همین است سبب آمدن ما و فردا هم که ما در پیشگاه خدا راست شویم. یسأل عن عمره فیما افنا، از عمرهامان میپرسند، از ساعتهای حیاتمان میپرسند. و این خاطر ما جواب آن روز اینجا البته تیار میکنیم و بعد هم پیشگاه پروردگار را جواب میگردیم. السلام علیکم حاجی مرزا، من ساکن ناحیه دنغره ام و خود را حس نمی کنم که من از دنغره هستم، خود را حس می کنم که من از شهر کولاب هستم. من 3 سوال دارم، از شما خواهش می کنم جوابش را گردانید. ما را 2 ماه پیش می گفتن که معذرت نیست، مرا دعاخوانی زیاد کردند و مرا ملا و ایشانهای دنگره 1 سال پرهیز از نمازخوانی و از جمع خوانی و در بین آدمان و 6 ماه از روغن خوردن من کردند. چیکار کنم؟ یعنی این گونه پرهیز در اسلام نیست برادر عزیز و گرامی. و خدا رحمتشون کند. من نمیدانم اونا کی باشند نباشند، مطلب اونها زنده ماندن تو نیست. اگر همین خیال مقصد باشد زنده ماندن تو مطلب نیست، هم روحاً هلاک میشوی هم جسماً هلاک میشوی. میدونین؟ هم روحاً هلاک میشوی هم جسماً. وقتی از نمازخوانی تو را منع سازند، وقتی از نماز جماعت را منع سازند، تو الکی روحاً هلاک شدگی. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید اگر 2 نفر جان دارند، حیات دارند، لیکن یکیش خدا را یاد میکند و دیگرش خدا را یاد نمیکند،
یکیش عبادت خدا را میکند، دویمش نمیکند. یکیش مسجد میرود، دیگرش نمیرود. حبیب خدا گفت این انسانش زنده هست و آن انسانی که جانم که داشته باشد در قطار مرده ها هست. پس انسان روحاً هلاک شده است. این خیل پرهیز یگان انسان حق این خیل پرهیز دادن نداره که تو نماز نخوان یا نماز جماعت بنرو. یک چیزی که جین از انسان دور میکند. ولی امروز ببین چقدر مقصد همین جین ها دامنگیر بنده های خدا شدن. اکثر مردم هم میبینیم امروز جینواره شدن. خب امروز بسیار کسلی های روحی روز به روز زیاد میشوند. یک وسیله تبابت بیماری ها نماز جماعت است. اگر انسانی که پایبند نماز با جماعت باشد انشاءالله جین در وجود او هیچ وقت تأثیر خودش رسانده نمیتواند. و این خاطر یک وسیله تبابت آدمای جینواره آمدن مسجد است. ببینید چقدر این خیلی غیرت در کار کی، غیرتی به معنیگی در کار کی. حبیب خدا امر به نماز جماعت میکند، ما او را از جماعت من میکنیم. شما ببینید حکم پیغمبر بالاست یا حکم ما امتان او بالاست؟ حالا که پیغمبر خدا هرچی گفتن سخن خدا را گفتن، سخن هیچ کس گفتگی نیستن. و این خاطر این پرهیزا را شما قبول نداشته باشید. از روغن خوردن هم انسان باید پرهیز نکنه. این مولانا هزارها بیمارها را میخوانند. این گروه برادرها اینجا هم هستند، هزارها بیمارها را میخوانند. لیکن باره نشدیم که اینا از نماز و از جماعت و از اینا من کرده باشند، بلکه برای این تشویق میکنند. برای همین دادرها عزیز پرهیز نیست، پرهیز نکنید. از حلال خدا پرهیز نکنید. هر چیزی که خدا حلال گفته است خوردن بگیر، با که ندارد. اینا بعضی ها میگویند خیلی این بعد تیب وابستگی داشته باشد که خوردن یگان نمود روغن فشارش تو را بلند کند، اینش دیگر چیز است. یکی وقتی گویند که همین پرنده را نخور یا که عسل نخور یا که گوسفند نخور که زیان تو زیاد میشود، این تماما قابل قبول نیست. فهمیدین؟ این حلال است برادر عزیز. وقتی خدا کلوا من طیبات ما رزقناکم، امر خورید بنده های من از حلال ها خورید که شما موقتیم 40 سال 50 سال می حیات دارید، منبری میره این نعمت ها در اینجا میماند. با نعمت های از این بهتر در آخرت برای شما منتظر است. و این خاطر برادر عزیز این پرهیز شما شکنید. این پرهیز یک باره تو را جینواره میکنه. یک باره یک جین باشد میلیون جین در اطراف تو جمع میشود. و این خاطر اینا در تماما این چیزا داده نشوید. تماما خلاف گفته خدا و رسول است. و خدا خلاف گفته خدا و پیغمبر است. بسیار این خیلی ناخوب است برادر عزیز. اگر شما مثال کدام شما از همون موضع ها باشید رفته رسانه که این چیزها را دلالت نکنه، این گونه پرهیز مردم به این گونه پرهیز دلالت نکنه. همسایه مسجد حضرت، من همسایه مسجد حضرت مولانا تاج الدین می باشم و ما بفهمانید که روزهای خدا یک روز است. در پیش مسجد ما یک روز جمعه ماشین و آدم دیده می شود، دیگر روزها قلفه است. یکیش به خودتون وابستگی دارد. مقصد یک روز جمعه می خوانند، دیگر جمع آمدها در نمی آیند. دیروز هم یک دو بچه آمده بود پیش من، گفتم برادر عزیز ما همین نماز عصر کلان محرومیم، در مسجد ما نماز عصر نمی خوانند. برای همین دادر عزیز همه شما این رسانیدن فقط به ذمه ما نیست. همه شما حق رسانیدن دارید. کدام تو در کدام محله زندگی میکنید دلالت کن مسجدهاتون آباد باشد. راههای آباد کردنش بیابین. دامله ها را دعوت کنین مردم به نماز جماعت و نماز آشنا کنن تا که مسجدهاتون آباد باشد. 5 وقت نماز در مسجدتون باشد. خدا رحمت کند. یکی از دوستای خدا میگفت به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد.
اگر در یک هفته یک بار تو مسجد روی، یک روز جمعه را خوانی و دیگراش تا نرای، این دوست خدا چی گفته است؟ به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه ظاهر به 6 روز دیگر فاسق. حضرت در آینه ما، در دین ما، کسی یک روز نماز رفته میخوانه و 6 روز دیگرش از جماعت فارغ است، به جماعت ذوق ندارد، حاضر نمیشود و ما فاسق میگوییم. گفتن و این خاطر پایبند جماعت باشید. خیلی چیزای خودتان انشاءالله دعوت کنین. دادر عزیز، میدانم از روی دلسوزی سوال میدهند. خب سوم، من نیت میکنم که در خانه نماز خوانم. پدر مرا میگوید که نماز تو قبول نیست، خدا راضی نمیشود، نخوان، من چیکار کنم؟ خوش به حال پدر تو. پدرای است که بچه‌ها را نمیمانن مسجد روند. میگن که مسجد کجا میره؟ نمیمانن. کی نمیمانن؟ از مکتب فرمانه که مسجد نروند. و مسجد به مکتب چی رابطه دارد؟ و فردا پیش خدا در همون معلم جانب جواب میداد یا که من در پیش خدا جواب میدم؟ سوالا هست، تلفنی ها هست، معامله روبرو هست. پدران نمیمانن بچه‌ها را مسجد روند. این پدر گفته است که بچه‌ام در خانه نماز نخوان که نماز قبول نمیشد، مسجد رو خوان. خوش به حالش، درست گفت از دادر عزیز، در مسجد نماز خوان. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. حبیب خدا میگوید نماز تو نماز نیست تا اگر در مسجد تو را ادا نکنی. مسجد این از روی احترامش است که ما یک خانه خدا میگوییم. دادر عزیز، همیشه شما پایبند مسجد باشید. نابسته ملاتون کسی هست نیست، نابسته وی پیر جوان، نابسته وی دانای نادان است. شما رفته در همونجا مسجد، همون مسجد نمازاتو نخوانید به خاطر جماعت. السلام علیکم محترم داملا، میخواستم با سوال من جواب گردونید. سخت‌ترین گناهی که در نزد خداوند بخشیده نمیشود کدام گناه هست؟ این شرک است برادر عزیز. سخت‌ترین گناهی که پروردگار او را نمیبخشد این شرک به خداست. دیگر شما بی پروا باشین دادر عزیز، غمگین نباشین، امید از پروردگار داشته باشین که اگر شما قدمی در شرک نداشته باشین، الله شما را مورد مغفرت قرار میده. وعده های خودش است. فقط شرک پروردگار نمیبخشد. حدیث خواندن، پیغمبر خدا از نام پروردگار روایت کردن: من اتانی بقراب الارض خطیئتا لا یشرک بی لقیت بمثلها مغفرتا. پروردگار گفته بود است که اگر با پوری زمین و آسمان تو غلط و خطا داشته باشی، لیکن در بین این غلط و خطای تو شرک نباشد، با پوری زمین و آسمان با مغفرت استقبالت بگیرم. سخن پروردگار است. و این خاطر از شرک من که انشاءالله اکنون برنامه شرک دارم. رسول ساعتم نیافتستم همون یک تیار کنم. وقتمون هم خیلی کم است، سفرهامون زیاد است. انشاءالله من در اطراف شرک برای شما صحبت میکنم. شرک چیست که خداوند اینقدر شرک بد میبیند، شرک نمیبخشد تا اگر توبه نکنی. اگر به توبه انسانی مشرک از دنیا گذرد، وای به حالش که خدا در قرآن مشرک نجس خواندگی است. مشرک نجس پروردگار گفته است. برای این دادر عزیز، سخت‌ترین گناه این شرک به خدا است. یک نمود شرک نمی ریا است. ریا، انسان خودنمایی کنه، انسان خودنمایی کنه. انا همین شرک به سوی پروردگار است. ولی بعضی برادران لیکن این موضوع گفتنش هم نیست. راستی بار من کمی خیلی خودم در من میشوم، لیکن بگذار میلش میگیم خیلی بی عقل است، بی سواد است، جاهل است، ما میبخشیمش. میگه حاجی میرزا تو خودنمایی بسیار میکنی. با تلفن میگه میلش، ما میگیم خیلی خدا دانا هست. خدا دانا است که این خودنمایی است یا جهادی در راه خداست. خدا خودش میداند. اگر خودنمایی ها میشد، شاید که این قدر الحمدلله که ما از صدای زنگ های تلفن و وقتی که
میشنوم که زن تاجیک یا مرد تاجیک وقتی با یک هیجان میگوید که داملا من هدایت یافتم از گوش کردن سخن تو، به خدا قسم من در پیشگاه خود در پیش خدا خود عزیزترین انسان میشمارم. اگر شاید این ریا میشد، این خودنمایی میشد، این بنده های خدا امروز به سبب این سخن خدا و پیغمبر هدایت نمیافتند. ابولیث سمرقندی میگوید سخن تو تاثیر نمیبخشد تا زمانی که تو اگر از صدق نگویی. سخن تو تاثیر ندارد تا زمانی که خودت به گفته های خودت عمل نکنی. به این خاطر من انشاءالله خدا دانا است، اگر وی از غیب گوید غیبگو کافر است. اگر گمان کرده باشد گمانی بدم گناه است. قصه پیغمبر یک جنگ از جنگ ها را حکایه میکند که صحابه پیغمبر گفت حبیب خدا یک نفر در زیر شمشیر من ماند، از زیر شمشیر من لا اله الا الله گفت که من قتلش کردم. حبیب خدا آنچنان میگوید همین رگ های سرش بلند شد و گفت انسانی را قتل کردی که لا اله الا الله گفت؟ گفت بله. گفت حبیب خدا وی از ترس لا اله الا الله گفت. رسول اکرم گفت تو آیا سینه وی شکافتی و در داخل شکم وی دیدی که وی از ترس لا اله الا الله گفت؟ صحابه میگوید آنقدر زیاد این گپ تکرار کردی خواستم از سر اسلام نو بیارم. سینه انسان کی میداند در داخل سینه انسان چیست؟ ما به نام آن پروردگار همه مشقت، همه اذیت، همه بدبینی که نسبت من از تمام مقامات است همونا را به عهده گرفتیم، لیکن به گوش مردم سخن حق میگوییم. این خدا خودش میداند. من کی است که در پیش اخبارات میتیم؟ اون بیچاره همین که اگر گفتی امروز سو صبرجت کی کند دیگه من برای گپم ندارم. خب دعا کنید در حق اوستاهایی که پیش از مولود در مسجد خدمت کردند. خدای مهربان آن روزا خیلی گوییم که خدمت های زیاد کردن برای آمادگی مهمان ها. خدا خیرشان دهد. این بچه های در اطراف ما پولی و مالی و شب و روز در خدمت مهمان ها بودن. خدای مهربان آن بشارت هایی که برای خدمت مهمان ها هست برای تمام آن بنده هایی که خدمت کردن خدا در نامه اعمالشان کتابت فرماید.